سلام بچه‌ها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز من و مامان اومدیم شنبه بازار خرید کنیم. سلام دوستای عزیز، امروز با مبینا جون اومدیم شنبه بازار خرید کنیم. حالا یا خرید کنیم یا ببینیم. البته من سال هاست که نیومدم، بچه بودم اومده بودم، بعد دیگه جاش تغییر کرده بود، کلا نرفتم. الان دوباره برگشت جای قبلیش زیر این پل انزلی اومدیم که ببینیم. حالا بریم اونوره ببینیم گردو خوب داره پاپوس. مرسی خیلی ممنون. نه ما این قدیم و قدیمه. سلام، گردو پاپوس چنده؟ 240. بعد ایرانیه دیگه؟ گردش عالی، همین مخشفی دارن. برای باید آقا باید آقایان باید این ست دانی پدیم 370 دانی پدیم 400 مایسور. این از اون انواع تره. آره. برای چی خوبه ماما؟ تو که تو این استا همه چی رو میگردی برای من پیدا میکنی میفرستی. این خورما هم بالا. این ما داشتیم اینا، نه تو خونه داشتیم؟ نمیدونم خونه ما. آره نه. بابا همیشه جبی میگه. گل کجا خریده بودی اون سری؟ اون آخر. هویج چند آقا؟ مامان میگم الان چند ساله میای شنبه بازار؟ من خیلی وقت نیومدم، ولی تا 2 هفته قبل اومدم برای دندونم میخواستم درست کنم اومدم شنبه بازار. دلار اومدم دوستا گل گرفتم رفت. این الان شنبه بازار چند ساله هست به نظره؟ مثلا این بازارش چند سال هست مثلا؟ خیلی وقته، یعنی از زمانی که ازدواج کرده بودی میومدی؟ آره 30 سال پیش حساب کن، خیلی وقته. پس یعنی قبل از ماها هم بکنم بوده کلا این بازار. آره. آخه از این آدم سا
نوشمک ها رو هنوز هم خوردن هست. داره معلوم نیست کی تلا مونده تو گرما. همه آبکیه میگی؟ آن دیگه تو گرما. خال همه رقم میوه مشکیشه سیب گلاب کاشان سیب همه رقم 50 این صابونا اون موقع صابونه داشتیم آره نه برام گرفته بودیم مدرسه چیز میکردم دستم اصلا میشستم داشتم بازی میکردم باشو. بریم دفتر خودکار میبینم از خود بی خود میشه. چه دوست دارم بخرم دیگه همش میگیرم. بالاخره دست شکسته شد مامان داره خرید. ولی این پلاستیک باز نمیشه. شوید تازه پیاز سیب زمینی ارزان پیاز سیب زمینی ارزان سیب زمینی زنجان ارزان سیب زمینی زنجان ارزان 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 عنب کیلویی چنده؟ 8 تومن. کیلویی چنده؟ 1 کیلو بزن 1 کیلو بزن 8 تومن چیه؟ بودن گفت 8 تومن میخواستم 5 کیلو بگیرم. دست در نکن. ترشی‌های دستساز خودشون هم میفروشن. میگم ترشی‌های دستساز آره، خودشون هم میفروشن. از جیا گل خریدی؟ نه اون یکی اینجا هم پرسیدم ولی خریدت از اون یکی خرید بود؟ اونجا بود. اینجوری ما اینا رو نگاه کن بدون گل و خاک اینجوری میفروشن. آره تو رشت هم از اینجا شهرداری. اسیر ساغره پیمونه کرده نگارای از غمه تب میکنم مال بخوای روزا رو شب میکنم مال ای گل ناز من ای سیب ناز من شب رنگ ناز من یکی امروز مرو دیوونه کرده اسیر ساغره پیمونه کرده نگارای از غمه تب میکنم مال بخوای روزا رو شب میکنم مال ای گل ناز من ای شب رنگ ناز من نغمه ساز من سلام خسته نباش. سلام علیکم. خسته نباشی. مشتبه لطف کرد ما رو آورد منتظرمون بود. وظیفه است. بعد بازارهای هفتگی رو حتما با ما دنبال کنید. این هفته اومدیم شنبه بازار انزلی. شنبه ها یادتون باشه شنبه بازار انزلی. بله. جمعه هم میشه چی؟ نه پنجشنبه ها میشه جمعه بازار.
اینجا هم بازار خوبی داره. آره. اون چه قدیمیه اون ساختمونه. داره میریزه فکر کنم دیگه. مامانو مشاهده میکنی که در حال جمع کردن لباشش با دقت. خریدم نمیدونستم چقدر؟ از این ماه دودی ها که هر بازاری میریم هست. سیروس خان فراموش شدنی. درسته بهش جای خوبیه ولی جهنم همه آشنا. اینم خیابونه پشت بازار بهش میگن. چند سال اینجا مغازه داری آقا؟ 50 سال. کلا تور ماهیگیری درست میکنی دیگه؟ به این تور چی میگن؟ تور پره. استخری. تعمیر داری میکنی؟ این همون که به تراکتور ببندن دیگه. این مثل استخره. خوشمزه. آوازدار ماله میماره. 15. این ببره. بله. اسم بازی چیه؟ اینو بهش دومینا. دومینا. پرنده ها کوچ کردن به روسیه، پاییز میان. کجا؟ روسیه میرن دیگه پرنده ها. بچه ها رفتیم بازار خرید کردیم یک مقداری، اومدیم اینجا پل قاضیان. اونا دارن والیبال بازی میکنن وقتی بیکارن. بچه های بندرن دیگه کار میکنن اینجا. بله همونطور که مستحضر هستید شلوغه. پرنده ها رفتن روسیه.
هوا هم که خیلی خوبه برای قایق سواری. دیدی اصلا یه دونه پرنده هم نیست. آره الان مثل پاییز میان دیگه، پاییز زمستون میان. پاییز زمستون روی میله ها پره. همه نون میارن براشون میریزن. تو هوا نونو میگیری. آره خیلی دوست دارم من اونو. هواش اینجا خوب. اینا دو تا برنده اونجا هست. انت قایق هم فکر ما والله اللهم قایق سواری بکن. دوست داری؟ خوبه. تو سابقت خرابه بیا. خب اینا استرس داره میگه بیا عقب. چون گوشیمو یکی دو بار انداخته. بریم نگاه بکنیم. ماشین چی نوار نده بود. قایق بود. بازار رو گشتیم، اومدیم سر پل، یکم قدم زدیم، عکس گرفتیم. حالا میخوایم بریم خونه که دیانا خانم منتظر ماست. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه و مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ‌های بعدی، خدا نگهدار.